اصلی وطن میں جنتیں پرچہ ہزار نعمتیں نیک بات حمود راحتیں جنت سراسر رحمتیں نیک بات حمود راحتیں جنت سراسر رحمتیں. تیرا دارن چه باک رنج و دردان، هم عزت هم ایمان هم شان. تایی بچند زامجن و سرتیر و نامدار، تایی بچند زامجن و سرتیر و نامدار، به هر وقت کرتگن تی دشمن خوار. شروع کنین و بنگیج گون الله مهربان و بخشو کے نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرمهرین درود پیش دارین پشما عزیزین گندوکو چاروکی که وتی بلوچی پروگرام همه دموکترا شاه افغانستان ملی تلویزیون هستید. هر جا که نشتگید دعا و سلامت و سربرز ببید. شما درایی، شما سربرزی، شما جواندرایی همه واحد و لوٹک بودن مدام که شما هر جا هستید مدام دعا و سلامت و سربرز ببید. پدوارگ پروگرام همه وطن تا پیسر پروگرام هم دیستی تو چارتید گوستگی نفتگا که همه وطن تا پشما پیسر پروگرام و اول سر اولین بارش پروگرام که لوٹتن که یک تروتاب و یک باوٹی و سفری به افغانستان جنده داشتگ بین. شما بگوستگین پروگرام تا گون افغانستان درستی بودید که افغانستان چونی ملکی افغانستان گجاین تا پرچی نام افغانستان و افغانستان نیندو کوستما چونی مردمند چین که زوان دارید چین که ولایت و شهر دارید و افغانستان کوانی نام درستی بودید گون افغانستان دینا درستی بودید تا مردمان دین و مذهبا گون افغانستان تجارت و اقتصادا گون آیزراتی و صنعتی باران درستی بودید گون بازین گون وڑے معلومات پر ٹپولی پشما داتا بود و گون شما به افغانستان ما شما سفر و داشتن و تروتای بود. لوٹین که مروچی پدوارک دومین بارن تا و شامه و همه وطنه که بری پروگرام تا یک ولایت و یک شهر دیگه پشما درستی بید. شما باره زانید که مروچ گجام شهرها گجام ولایت باروا خبر بید و گون شما به گجام ولایت روان و اودا گون ولایت درستی بیان. لوٹی که پیسر گوشین که هی ما ولایت تا که آیی اندو جای که است افغانستان شرک نیمه گنتا و شتیابو شهاپا 1791 متر برزنتا و دیگه ای که دیگه پرتوپولی شماره دین و نزدیکن بیبارو که اندوکش کوانی نیامند. روان گون شما چارن و دلگوشی کنن که بیشی بارو چونی نام بوجتا و چونی نام داشتا بیوتی وقت و وادا. باستانی زوانا و باستانی نام زوان سرا ایشا کابورا یاد بوتا. کابورا ایشی نام بوتگی. و چینی زوانا ایشا کافور گشتگند و عربی زوانا کابلستان بودا. آنون شما زانتید که ای گوجام اندو جاین تا که مروچ دومی پروگرام ہوتیا لوٹن گون شما به کابل باروا پرتو پولی پشما داتک بی تو گون شما کابل تا تروتاب داشتک بینو سفر کنه که کابل چونین جای است و گون کابل گوستگین تاریخ و دب دیگنا گون کابل مردمان زندگیه گون هوان دودو ربیدگا گون کابل مذهبی مردمانه گون کابل مردمانی که ای گجام زوانا خبر دن و ایشی راج دفتر و ایشی تاریخ گجام دوران تا کابل نام پرچی کابل بود ایده گجام حکمران و زمامدار ایده حکمرانی کرتن تو تی حکم فرمانان برتن دیما و کابل باروا که کابل چونه میوک دارید کابل صنعت چین تا کابل تجارتین باران گون کابل اتیاب و دریابا گون کابل کوهان درستی بین گون کابل پواشی و پجوانی گون شمادنا سفری کنن و دنا چارن که چونین اندو جای است. شا افغانستان 34 ولایتان یکی کابل تا
و آی مردمانی کچ و کاسا هنچوش گشتک بوده که شا 5.5 میلیون گیشن تا ما نتوانیم بیباروا 100% یا همی حقیقت بی که 5.5 تا ما امید دارم که شا 5.5 ما گیشن پرچه که ما هنونین و مروچ روچا گندن که کابل تا هر قوم تمام هر زوان و مردم دینا دیستگه بی تو کابل یک تجارتین شهری است. کابل شهر 3500 ساله دیمتر یک شابیتین اندو جای بودگی. کابل نونین شهری نه انتا. انچوش که گوشتک بود 3500 سال دیمتر یک شابیتین اندو جای بودگی. و کابل پرچه این کس مزم بود. پرچه که گوستگین دورا و پیسر کابل انچوش چارتک بود که رای ابریشم و اندوستان راه سرات. و پمی واسطه بود که ایدنا گیش دلگوشی بود و ایدنا مردم نندوک بودن بری جاگا وقتی که نندوک بودن گرن تجارت هم همدنا شروع بود و بنا بود و پمی واسطه که مروچ ماش ما گندن که کابل جمعیت و مردم بازن و کابل تا هر زوان و هر مردم دیستگه بیتو ایدنا تجارت بارو هم آسین دلگوشی است. کابل بارا بازم پرچوپولی است که امیدی که تاگور سرا همراه بیتو دلگوشی کنید. کابل گون کابل شاهان واگداریا باز دیما شد. کابل شاهان ای کابل تو حکومت کرتو ایدنا نتانا کابل شاهان بلکه ایدنا غزنویان واگداری هم بودگی. ولی گیش شیشی کابل شاهان ایدا واگداری کرتو وطی واگداری دیما بود. و غزنویانی واگداری وادا کابل تا هیچ چوره دلگوشی نبود. پرچه که غزنی تا گیش اودنا جود کرتن تو غزنی یک شابیت ملک بود و دواری بود و مجا زبان زد یا نامتوار پیدا کو غزنی گونوتی دیماروگو دیمرویه. ولی گون بابور زمامداریا پدوارک ایدنا دیمروی دیم کابل بودو ایدنا کابل سرا گیش جود بودو تپو تلاش بود که کابل دیما بود و بابور شاه جود کرد که کابل تا جوانین قصر بید جوانین باغ بید کابل یک بهشتی پای بید و کابل یک دیمروی ملکی بید و کابل شابیت ملکی بید. ایدای باروا گیشتر بابور شاه دلگوشی کرده. دورانی یعنی وعده ای وعده که دورانی حکومت و حکمرانی داشتند ای وعده کسی که واسطه بود که کندهار بونکیتی و کندهار بونکیه بیاری تو مرکز به کابل پدوارک ای وقتا تیمورشاه جود کرد که بونکی یا مرکز شاه کندهار بید به کابل. مانسیومین دبدگو جنگا ایران بود که انگریز نتوانتند که افغانستان دیمرویه گندند و کابل نتوانتند توتی حکم و فرمان چیره داشتک بیاند و را هنچوش بود که مرو جنگا بونگیش کرتند و کابل گونتان کو توپا بمباران کرتند تو کابل سرا توپ وارد. امی وعده حبیب کلکانی هم وطی تروتابا داشت به کابل سرا و آئی وقت وعده هم مزن دبدگ کابل سرا بود. کابل شگوجان وعده تا گوجان وعده یک جوانی ملک و شابیت ملکی وطی. شاه نادر شاه واگداریا تا دکتر نجیب واگداریا کابل یک ملکیت که واکتی حکم فرمان داشت ادنارانت و ای ملک یک ملکیت که گندگا ملکان جوانین سرو دلی داشت به تجارت باروا ادنا مردم کاتن کابل افغانستان تا و گیش کابل سرا دلگوشی داشتند. ولی گونگودین جنگان ما شما چاریتن که پدوارک نتانا کابل افغانستان گون آکا یکی بود. گون امریکا یاتنو گوندگا در ملکان یاتن آوید پادا و تیر کرتند افغانستان گون آکا یکی کرتند. ولی گون آوانی در کنگو شتنا و گون امارات اسلامیاتنا پدوارک مشما دیستن و گندن که کابل روز بروز دیماروت نتانا کابل بلکه سرجم افغانستان گندن که دیمروی نیمگاروتو یک شابیت ملک درست بید و شا اقتصادین لحاظا و شا دیمروی شا پروژان باروا شمادنن
افغانستان هر روز بیتر و تاب نیمگن تا بدیم روی نیمگن تا انچوش کما شما گندن و چارن که گون امارات اسلامی آتینا و گون امریکا در کنه گواهی شدینا افغانستان پدوارگ یک پرواک و یک واقدار ملکی بود و افغانستان روز دیمار و تو پیشرفت نیمگن نه تنها کابل چارن کل سرجم افغانستان دیمروی نیمگن تا ایشم شکر جانتا و هم پدوارگ استومان دلگرم بودتگن که وتی ملکات چارن تو وتی ملکت زندگی کنند تو واعد دیمروی بارا جود کنند ما شما چارن که کابل گجا مدن تا کابل گون وردک لوگار فروان کاپیسا و ننگرهار مرزن تو امپال تا کابل مردم پشتو دری زوانا خبر دهند ولاتین وادا گودی وادا ما شما گندن و چارتگن که بلوچی و ازبکی ترکمنی و چون زوان دیگه هم ادا خبرداتگه بی تو مردمش دیستگه بیند کابل کوانی نامه کابل کو گجا مده هستند تو نامی توارین کو چیند کابل روشنش دنی مگا پاغمانی کونتا و جال سرا قروغ کونتا و جال روشنش دنی مگا شیر دروازه کونتا و اسماعی و علی آباد من بونکی هستند تو مرکزند ساپی کو من گوری چنی مگنتا ای کابل تا تپا گام دیستا گبیند ما شما دینا تپا همه گندن که تپا مرنجان تا تپا بی بی مهرون تا و تپا وزیر اکبر خان و تپا شابی کو دیگه تپا و مزانین جاگه دیستا گبی برزین شاره بارا و خبر دین که کابل شاره آئی تیاب 2 بار کرتگی و بری تیاب سرا چون پول جوڑ بوتا که نامتوار دارن تو نامیتواری پول هستن انچوش که پول خشتی، پول باغ عمومی، پول شاد و شمشیره و پول معمود انتا و بی باروا گوش پشما گوشین که کابل یک ملک انتا که مردم هودا زندگی کنن تو مردمانی کاچوکاس باز انتا و بی بارا گوشین که تیاب چون مروچی ما شما کابل دریا و تیابا گندن که شاکر نبیستو یکا بی نیمگا آپی کم بودا ولی گون زمستان و گوریچ موسما ایشیها پدوارا بهارا باز بید یک تیاب دیگه هم از که قرغن نام داری تو 9 کیلومتر شا کابل شارا فاصله داری تو دور انتا و کابل هر موسم وتی جتا جتا و وشین آب و هوا دارید هر موسم جتا جتا این آب و هوا دارید مدام چوش نہیں که یا گرم بید یا سرد بید کابل گون انگریزانی پرتوپولی باروا گشتک بوده که کابل تا کابل شاهان یا ترک شاهیان که شپی سر زمامداران بودگاند ادا حکمرانی داشتگاند و یعقوب لیث و دیگه که سلطان محمود غزنوی گونیشانی آتینا کابل پدوارگ فتوه گفتک بود کابل کشارگیری باروا گوشین کابل کشارگیری 72% نیوگند 17% حبوبات انتا و 10% ای سبزی و 1% کرافت انتا عزیزین دلگوش کنوک و چاروکان کابل باروا بازین خبر هستند ما شما کابل تاستان بیت پروگرام تیا و کابل شهر در نبودگان امید که تمی حد و کاسا پرتپولی و معلوماتی که به کابل باروا پشما گوشت بود شماران دوست و پسند بود و تی دموکترا که گون شما کابل چارتان شمار دوست و پسند بود بید ایشت ای افتگه که اما و همه وطن که پشما پیش بود دومی پروگرامات امید که تا دیگه پروگرامان هم گون همه میرا گورو همراک بید وقت بگورد سر رستا شما درای و سلامتی می و حقینتا شایکین ربا ازملوتین آیکین دور شما ساتوک مسلمان تا مبی مؤمن پناما مبی سرجال تگو ننگو شگاما بروچی کفر دلیر بوتا متازید بیتی دین سرا آچی بازید بیتی دین سرا آچی بازید مسلمان تا مبی مؤمن پناما مبی سرزد تگو ننگو شگاما مروچی کف دل بوتا متازی بیتی دین سرا آچی بازی بیتی دین سرا آچی بازی
تبست مؤمن کے مظلوم توارین بہر کنج مسلمان شکارین تسیکن ہر مسلمانان چونین رسول دل شمش مازان کے ہونین رسول دل شمش مازان کے ہونین تبس مؤمن کے مظلوم توارین بہر کنج مسلمان شکارین تسیکن ہر مسلمانان چونین رسول دل شمش مازان کے ہونین رسول دل شمش مازان کے ہونین مروچے ہر کفر قرآن سوچین مسلمان سیکئے تی حال روچین مسلمان کفر برتا تی اعتبارا شتی دیما جم کو دارو ندارا شتی دیما جم کو دارو ندارا مروچے ہر کفر قرآن سوچین مسلمان سے کہے تی حال روچین مسلمان کفر برتا تی اعتبارا شتید ما جم کو دارو ندارا شتید ما جم کو دارو ندارا مسلمان تاک دین سر جالنندے و تیرو چان سیاہینا نگندے تبست و ترا نشان دی بے جانا شوتی سارا تزور کفر نشانا شوتی سارا تزور کفر نشانا مسلمان تاک دین سر جالنندے و تیرو چان سیاہینا نگندے تبست و ترا نشان دی بے جانا شوتی سارا تزور کفر نشانا شوتی سارا تزور کفر نشانا مروچے گوندوٹو پیرو کسانا بیانتی ریش اسلام کمانا جنن و تراب کو فران دیارا تا دنیا بشکنید مشمی توارا تا دنیا بشکنید مشمی توارا مروچے گوندوٹو پیرو کسانا بیانتی ریش اسلام کمانا جنن و تراب کفران دیارا تا دنیا بشکنید مشمی توارا تا دنیا بشکنید مشمی توارا مسلمان بست زور قوتین پادا پدی زندگی بکن جنگ و جهادا خدا عزت بده اسلام و دینا گو اسلاما بکن آباد زمینا گو اسلاما بکن آباد زمینا مسلمان بست زور قوتین پادا پدی زندگی بکن جنگ و جهادا خدا عزت بده اسلام و دینا گو اسلاما بکن آباد زمینا گو اسلاما بکن آباد زمینا خدایا ظلم و بازنت بے جہانا خوشنت ہر گوشے پیرو جوانا ستم بیگار و ماسان سرائن مسلمانی مرو چی باز گناہن مسلمانی مرو چی باز گناہن خدایا ظلم و بازنت بے جہانا گوشند ہر گوشے پیرو جوانا ستم بیگار و ماسان سرائن مسلمانی مرو چی باز گناہن مسلمانی مرو چی باز گناہن خدا عزت بدے اسلام دین
गो इस्लामा बिकन आबाद ज़मीना गो इस्लामा